برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. با نام خداوند بخشاینده و بی‌نهایت مهربان، درود و رحمت به معلم بشریت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. با عرض سلام و ادب، شوکت محمد با شما هستم. در برنامه امروزه دیدگاه درباره پیامدهای حادثه کاریکاتور پیامبر اسلام در فرانسه صحبت می‌کنیم. بعد آنکه یک معلم 47 ساله تاریخ و جغرافیا با نام ساموئل پاتی در یکی از مکتب‌های فرانسه کاریکاتور پیامبر اسلام را به شاگردانش نشان می‌دهد، در بیرون از مکتب از سوی یک حمله‌ور 18 ساله چچن تبار سرش بریده می‌شود. پس از این حادثه امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه درباره اسلامگرایی افراطی و تهدید آن به ارزش‌های دنیوی هشدار داد و گفت فرانسه کاریکاتورها را رها نخواهد کرد. همچنین ماکرون گفت که اسلام امروز گرفتار یک بحران جدی است. بعد این اظهارات رئیس جمهوری فرانسه، سران کشورهای مسلمان نشین، سازمانها و روحانیان برجسته جهان اسلام به طور جدی واکنش کردند. حالا جنجال‌های لفظی میان رجب طیب اردوغان پرزیدنت ترکیه با امانوئل ماکرون ادامه دارد. اردوغان امانوئل ماکرون را گفت او بیماری روانی است و به طبابت روانی نیاز دارد. رمضان قادیروف رئیس جمهوری چچنستان حوادث اخیر در فرانسه را شرح داده از ماکرون دعوت کرد که اغواگری در مورد مسلمانان را قطع کند، زیرا چون این سیاست خیلی پیامدهای جدی سیاسی دارد. قادیروف علاوه نمود که محض تمسخر اعتقاد مسلمان را به کشتار آموزگار در نزدیکی شهر پاریس تحریک داد. رمضان قادیروف در حادثه فاجعه بار مذکور هر دو مرد را گناهکار دانست، اما در مراجعت به رئیس جمهوری فرانسه گفت ماکرون اگر تو او را تروریست مینامی، در این حالت خودت 100 برابر بدتری، چون به تروریسم وادار میکنی، آدمان را تحریک میدهی، انتخاب نمیگذاری، همه شرایط را برای بازگشت غایه‌های افراطگرایی به مغز جوانان فراهم میکنی. میتوانی راحت خود را پیشوا و الهام بخش تروریسم در کشور خود نام ببری. از جمله مفتی چچنستان نیز صلاح میجیف در واکنش به سخنان رئیس جمهوری فرانسه گفت خود امانوئل ماکرون تروریست رقم 1 جهان است. در همین حالت حکومت تاجیکستان تا کنون در این قضیه موقع خود را رسما اظهار نداشته است، اما غیر چشم داشت سید مکرم عبدالقادر زاده رئیس شورای علمای مرکزی اسلامی تاجیکستان ضمن صحبتش با رسانه ها گفت به عقیده و اعتقاد دینی مردم اهانت کردن کار بسیار خطرناک است که پیامدهای جدی دارد. عبدالقادر زاده میگوید که مسئله دینی مسخره و تحقیر کردنی چه شیارهای اسلامی باشد و چه شخصیت‌های عالم اسلام یک موضوع حساس است، حالان که پیغمبر یکی از اساسها و شخصیت‌های مهم اسلامی هستند. مفتی تاجیکستان میگوید حالا شخصیت پیغمبر را یک طرف میگذاریم. بگیریم اگر پدر و مادر یا همسری کدام رهبری دولت را مسخره کرده باشند، آن رهبری دولت شخصی مسخره کرده را تا تمام محکمه ها میکشد و پس پنجره میبرد و حتی نمیگذارد که جان به سلامت ببرد. اگر چنین باشد، پیامبر اسلام برای مسلمان ها از پدر و مادر از همه بالاتر است، حتی از جانشان. یعنی به شعور مسلمان رسیدن به تارهای حساس اعتقاد او ناخن زدن به مثل خنجر زدن به جان او است. برای همین ما کار آن جوانی را که از حیات چیز ندیده بود تایید نمی کنیم. در حقیقت نادرست کرده است، زیاده روی کرده است، ولی زیاده روی او در اساس نادرستی کار آن معلم بود که شخصیت بزرگ اسلام را تحقیر و مسخره کرده است. به عقیده و اعتقاد دینی مردم فرق نمی کند خواه یهودی است، خواه مسلمان و مجوسی و مسیحی. اهانت کردن کار بسیار خطرناک است که پیامدهای جدی دارد. از آن طرف باید تحقیر صورت نمی گرفت و از سوی دیگر کشتار هم باید نمی شد، زیرا عقیده مسلمان را تحقیر کردن خطر بسیار جدی دارد. ببینید تماشاگران گرامی،
این گونه واکنش های با جسارت از کشورهای مسلمان نشین صدا دادند. حالا من میخواهم نظر نفرانی را بپرسم که در خود اروپا زندگی میکنند. میخواهم نظر کارشناس امور دینی اسلام الدین سعید را که در اروپا به سر میبرد بشنویم تا بدانیم نفرانی که در داخل این گیرودارها هستند نظرشان نسبت این قضیه چیست. میبینیم مسلمان ها، خصوصا مسلمان هایی که بیرون از خاک اروپا قرار دارن، مثلا رهبران کشورهایی که اغلبی مثلا شهروندان ها مسلمان هستند، دانشمندان اسلامی، سازمان های مثلا اسلامی این عمل رو محکوم کردن و برخوردی سخت نسبت این عمل نشان دادن و از دولت مردان فرانسه درخواست کردند که دوباره این مثلا عمل ها نباید تکرار شود. اما اینجا مسلمان هایی هستند که در داخل اروپا زندگی میکنن، شهروندی مثلا کشور فرانسه رو دارن، شهروندی اروپا رو دارن، یا اینکه پناهنده در اروپا هستند، زن و فرزند و آینده در اینجا زندگی میکنن. اینها برخورد اینها نسبت این قضیه چگونه هست؟ نسبت این مثلا مسائل، اگرچه در اصلی قضیه که این یک نمود تحقیر و توهین نسبت پیامبرشان هست و این رو تحقیر میدونن و برایشان قابل قبول نیست، اما برخورد این مسلمان های داخل اروپا از برخوردی که مسلمان هایی که بیرون از اروپا هستند از برخورد اونها مثلا طبیعی است که فرق میکند. چون مسئولیتی که یک مسلمانی مثلا اروپایی دارد به مراتب سنگین تر هست، هم در مقابل قضیه اول که مثلا اون عملی جوان و هم در مقابل مثلا قضیه دوم به مراتب سنگین تر است از مسئولیتی که یک مسلمانی بیرون از مثلا خاک اروپا دارد. چون برای یک مسلمانی که بیرون از اروپا قرار دارد یا که یک دانشمندی که بیرون از اروپا قرار دارد، مثلا در افغانستان است، در ایران است، یا که در یک دولت عربی هست، برای اون موقع گیری خیلی در رابطه با این قضیه آسان و ساده هست. چون در مقابل اون تنها یک چیز جلوه میکند. اون چی هست؟ اون که نسبت پیامبرش تحقیر شده است، نسبت پیامبرش توهین شده است و نسبت مقدسات دینیش توهین شده است. باید اون موقع بگیرد، باید اعتراض خود را بیان کند. اون هم بلند می شود، نمیدونم از منبر از جای و اعتراض خود را می رساند و به شدت هم محکوم می کند و دیگر بغیر همین چیز در نزد اون هست و هیچ مثلا مسئولیت دیگری، مثلا وظیفه دیگری برای خودش مثلا نمیدوند. اما مسلمانی که در داخل اروپا هست، در مقابل این مسلمان چند چیز قرار دارد. اول اینکه پیامبرش، نسبت پیامبرش به احترامی شده است و پیامبرش که برایش از جان و مال و مثلا همه چیز برای عزیزتر است، نسبت پیامبرش چنین تحقیر شده است و برایش قابل قبول نیست. این یک. و دوم اینکه شهروندی مثلا فرانسه است، شهروندی مثلا اروپا هست، در اروپا زندگی میکند و باید قوانین موجوده در این کشورها رو باید رعایت کند. منافع کشورهایی که در اونجا مقیم هست باید او را در نظر بگیرد، او را رعایت کند. این دو. سوم چیزی که هست، در اروپا مسلمان های زیاد زندگی میکنند، باید مصالح مسلمان ها رو نادیده نگیرد، نباید دست به کار بزند که در آینده مثلا مصالح این مسلمان ها زیر سوال برود. این همزیستی که بین مسلمان ها هست و بین ادیان دیگر در اروپا، اینها مثلا بر اینها خلل وارد شود. از این جاست که میگویم مسئولیت یک مسلمان اروپایی به مراتب سنگین تر است از مسئولیت یک مسلمانی که مثلا در بیرون از
اروپا قرار دارد. به این خاطر موقع گیری و تصمیم گیری یک مسلمان اروپایی مثلا نه به آن سادگی است که یک مسلمانی بیرون از خاک اروپا دارد. سید مکرم عبدالقادر زاده مفتی تاجیکستان در همین مصاحبه‌اش با رسانه ها یک تاکید عجیب کرده است که بسیار به من معقول شد. عبدالقادر زاده میگوید سبب اساسی به میان آمدن چنین کارها این از جانب رهبران کشورها به دین و مذهب و عقیده مردم خلل رسانیدن و تحقیر کردن و نانشان را از دهانشان گرفتن است. در تاریخ این باری اول نیست. همیشه چنین کارها به کشتار، خونریزی و ناآرامی برده است. دانشمند نصیحت میکند، خصوصا به رهبران دولت میگوید که اگر میخواهی که ملت و قوم و مردمت برای جانشان را فدا کنند، به دین و مذهب و عقیده اش خلل نرسان و تحقیر نکن و نواله اش را از دهانش نگیر. تمام. آن مردم دیگر برای تو و حکومت جانشان را ادا میکند. این واقعیتی هست که انسان باید درک کند، در زندگی عمل کند، پس هیچ خطر واقع نمی شود. خیلی عجیب. همین حرفها را محترم مفتی فقط به ایمانوئل ماکرون نیو به امام علی رحمان هم میگفته میتوانسته باشند یا الکی چندین بار گفته اند و امام علی رحمان به این نوبت نگرفته است؟ اما به نظر من از جانب عبدالقادر زاده طبق مقاله خلق دخترم به تو میگویم عروس تو شنو و اجرا کن شده است. حالا میخواهم همینجا مربوط به همین سخنان مفتی عبدالقادر زاده نظر فعال سیاسی و دینشناس محمد اقبال صدرالدین را بپرسم. سلام و درود بر شما و بینندگان شما شوکت جان. واقعا هم بله پیامی امروزه یا اینکه پاسخی که جناب سید مکرم عبدالقادر زاده به خبرنگاران گفته است در مورد حادثاتی که در فرانسه گذشت و واقعا هم خیلی یک پاسخی عالی و جالبی بود که واقعا هم من از این پاسخشان استقبال می نمایم و امیدوارم که چنین پیام های را جناب مفتی بیشتر برای مسائلی که خالیگاه دینی در کشور وجود دارد در آینده ابراز اندیشه و عقیده نمایند و آن مشکلات دینی که در کشور و آن ضغوطات و آن تجدیداتی که از طرف حکومت کشور بر علیه دینداران و مسلمانان اتخاذ شده است در تمام مسائل و جنبه هایی که مردم مسلمان دیندار را در یک زاویه قرار داده است در آینده نزدیک نیز جناب مفتی در مورد آنها نیز اظهار اندیشه و نظر می نماید. اگر در یک سخن کوتاهی که جناب مفتی در این پیامشان گفته است که در مورد سخن یک دانشمند را آورده است که یعنی اگر خواسته باشی که ملت و قوم و مردمت برای جانشان را فدا کنند به دین و مذهب و عقیده‌اش خلل نرسان و تحقیر نکن. پس آنچه که جناب مفتی در این پیامشان گفتند دقیقاً این با امام علی رحمانوف ارتباط دارد. برای چی من میگویم که این پیام دقیقاً با امام علی رحمانوف ارتباط دارد؟ این برای آن است که دولت فرانسه کاملا یک دولت ماتریالیستی و از دولت دین از دولت جدا است و کاملا دین یعنی که دیندار نیستند. مثلا دولت های دیگر اروپایی را ببینیم میدونیم که دیندار هستند و مثلا چی آلمان باشد و چی لهستان و بعضی دولت های دیگر، ولی فرانسه اصلا اینها یعنی که دین را قبول ندارند، هیچ دین را. و این اگر با چنین پیامشان نگاه کنی بیشتر ارتباط دارد با امام علی رحمانوف که دیگر با مردمی دینداری 97% یعنی که مسلمان تاجیکستان ظلم نکن، اگر خواسته باشه حکومتت باقی بماند. و این واقعا هم یک پیام خیلی عالی بود و این را حتما باید که جناب مفتی در آینده هم ادامه دهد و چنین کاری که برای ملت و مردم میتواند یک دستگیری خوب از جانب مرکز اسلامی تاجیکستان باشد. و در آخر جناب مفتی را با یعنی حمایت کردن رساله دکتریشان تبریک می نمایم و امیدوارم که در آینده ایشان در این مسائل دینی و مردم عزیز کشور خدمت‌های بیشتری می توانند انجام دهند و آن خالیگاه دینی را که در کشور وجود دارد ایشان حتما آنها را
یعنی نقد و بررسی می نمایند، چون که من هرگز نمیتوانم سخنی که اون حق باشد و اون را نپذیرم، چون اینکه حکمت گم کرده مؤمن است و مؤمن همیشه باید آن حکمت را که پیدا کرد و اون گویندش قائلش کسی باشد حتما اون را باید پذیرد اگر حق باشد. خب امیدواریم که جناب مفتی در آینده کارهای را به عمل میرسانند که خالیگاه دینی کشور را کاملا از بین میبرند. سلامت باشید. تماشابینان گرامی، من همینجا میخواهم به یک مسئله دیگر اهمیت دهیم. از زبان عده از روحانیان جهان اسلام این قضیه این گونه صدا داد که هر کسی که میخواهد حیات آسایشته مسلمانان را ناامن کند خودش ناامن خواهد شد. رهبرای فاسد یکی از عاداتش است که ملتش را نارام میکند. دقیق شده؟ رهبرای فاسد یکی از کارهای چیست؟ امن ملتش را از پیش میگیرد. مسلمان با خاطر دینش جانش را قربان میکنه. دیره باید بفهمند دشمنان ما. مسلمان با خاطر دینش مالش را قربان میکند، اولادش را قربان میکند و در این افتخارم دارد. هر کسی که به ارزش‌های ما و به پیامبر ما توهین بکند امن ندارد. حالا ببینید، طبق گفته همین روحانی، در همین شب و روز بعد آنکه امانوئل مکرون از نمایشگران مسخره‌ای پیامبر اسلام پشتیبانی کرد، در فرانسه حمله های بیشتر رخ می‌دهند. قربانیان نیز هستند. حمله‌ای که در شهر نیتسه در مرکز نات دم رخ داد، از خود 3 نفر قربانی و چندین نفر زخمی باقی گذاشت. مسئولین آن را حمله تروریستی نامیدند. میری شهر نیتسه کریستیان استراسی درباره این حمله حرف زده گفت که گمانبر همواره عباره الله اکبر را تکرار میکرد. مرد دیگری که در نزدیکی اوینان به پلیس با تپانچه تهدید کرده بود کشته شد. همچنین به پاسبان در کنسولگری فرانسه در شهر جده عربستان سعودی نیز حمله کردند. یعنی به نظر می رسد این روحانی افغانستانی که گفت هر کی می خواهد امن مسلمانان را از بین برد خودش ناامن می شود درست تخمین می زند. اما از جانب دیگر نگاه کنیم، به نظر می رسد خودی همین حادثه یک نمود تحریک مسلمانان است تا چنین حرفهای تند و مناسبتهای تند خود را به نمایش گذارند تا علیهشان برای پیاده کردن نقشه های دیگری بهانه پیدا شود. چیز دیگر، با یک آهنگ واکنش کردن مفتی تاجیکستان و رئیس جمهور و مفتی چچنستان که در خاک اروپا هزارها شهروندان تاجیکستان و چچنستان پناهنده هستند و از سیاست سرکوبگرایانه به اروپا پناه برده‌اند سوال برانگیز است. میخواهم در همین مسئله و در عموم واکنش محیدین کبیری رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و همزمان رهبر ائتلاف سازمان‌های مخالف به رژیم تاجیکستان پیمان ملی تاجیکستان را بشنویم. باید درباره واکنش‌ها به این حادثه‌ها گفت که اونا چند نوع بودن. یکی واکنش‌هایی بود که واقعا مردم صمیمانه و طبیعی آمدن واکنش کردند و واکنش‌ها هم به این حادثه قتل بود که محکوم کرده شد و از آن جمله ما هم، و واکنش‌ها به نشر کاریکاتورها بود از طرف یک عده از مردم و این هم باید گفت که یک واکنش‌های طبیعی و صمیمی بود. منم امروز خودم در یک بیانیه رسمی دیگر هم باز هم با واکنش تمام این حادثه ها، چه نشر کاریکاتورها و هم چه حادثه های کشتار رو محکوم کردن، باز دعوت به یک گفته شنید و باز کردن در مکالمه و همدیگر فهمی کردیم. اما یک ایده از واکنش های هم بودن که باید اعتراف کرد که یک مقدار فرصت طلبانه و به خاطر سیاست ها بود، چون حالا در این شب و روز بعضی واکنش ها از طرف اروپایی مثلا به حدی هست که آنها میگن به خاطر دفاع از ارزش های خودمان، ارزش های اروپایی و یا گویا آزادی بیان باید که این کار رو ادامه داد، که به نظر من این یک دعوت ها یک مقدار پاپولیستی و فرصت طلبانه است. و همچنین همین وضعیت رو ما در جهان اسلام هم داریم که کسانی که برای این همه قتل و کشتار و تحقیر و توهین پیامبر و
سنت های پیامبر، ارزش های دینی مبین اسلام خاموش بودن. یک بار میبینید که در جهان اسلام خیلی سر و صداها بلند شد، چون هر کس میخواد در این شب و روز خود را بیشتر برای همون مردمی که طرفدارش هست یا جانبدارش هست خود را قهرمان بتراشد. من فکر میکنم اینجا باید که خیلی صمیمی بود، خیلی آگاهانه رفتار کرد و همونطوری که ما سالها قبل این کاریکاتور رو محکوم کرده بودیم و حالا هم محکوم میکنیم، نه تنها کاریکاتور نسبت پیامبر اسلام محمد صلی الله علیه و سلم، بلکه نسبت ارزش‌های همه دیندارهای دنیا. و همزمان میایم این حادثه‌های کشتار رو هم که چی اون جوان چچنی تبار که چند روز پیش یک معلم را کشت و امروز هم خبر آمد که باز یک حادثه کشتار دیگه شد، اینا رو محکوم میکنیم. من فکر میکنم که باید که از این صحبت‌های فرصت طلبانه احساساتی از هر دو طرف باید که دست کشید و یک درخواست‌ها، واکنش‌ها و حتی اعتراض‌های قانونی متمدن را باید که مطرح کرد، به میان گذاشت و همزمان راه‌هایی را برای همدیگر فهمی جستجو کرد. ما باید بالاخره بدانیم که مرز آزادی بیان و احترام ارزش‌های دینی در کجا می‌گذرد و نباید به خاطر آزادی بیان تحقیر و توهین ارزش‌ها راه داده شود و نباید به خاطر دفاع از ارزش‌ها و از مقدسات دست به کشتار و جنایت زده شود. این مسئله خیلی مهم است که باید که عقل‌های بیدار و شخصان مسئول از هر دو طرف، چه از طرف اروپایی و چه جهان اسلام، در یک گفتگوی طولانی، عقلانی، منطقی و انسانی راه حل پیدا کنند. تماشابینان عزیز، طوری از نظر کارشناسان دانسته می شود پیش از همه مسلمان عصر امروز به شناخت خود، معرفت دینی، سیاسی و شناخت جامعه و برخورد با حیات امروزه نیاز دارد. به ما ضرور است که پیش از آن که به توطئه ها داده شویم اطراف مسئله ها را باید بیاموزیم تا بدانیم که در تگ این نیم کاسه ها چه کاسه ای هست. اینجا نهایت برنامه امروزه دیدگاه است. برای پیگیری بیشتر از برنامه های ما لطفاً به شبکه یوتیوبی پیام تیوی و کانال تلگرامی ما ابونه شوید. کسانی که این برنامه ما را از شبکه ماهواره‌ای تپلیوس تماشا میکنید لطفاً نظرهایتان را توسط پیام فرستک های تلگرام، ایما، واتساپ و وایبر به رقم 49 15 16 46 15 947 فرستید. اینجا برنامه ما به پایان رسید. با امید دیدار در روز دیگر. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net